خب برادر اسماعیل سلام علیکم. میکروفون تا بکشو برادر. سلام علیکم اکا حسین خوبی سوزی اکا جون علیکم سلام السلام. سوزی اکا علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم با تماشابینان برنامه حق و باطل و همه با چی اکا جون 2025 گفتنی و آرزو و حواس دوام میکنم خوب میبینم اکا که مردم ترسوی توجیک مردم ما باید بدور شوند باید هی ما ایش نکنیم باید همین دست با دست همه کار دست با دست همه مقصد دیگه یکدیگر فهمید بختو قسم اکا دمی آلمان اکا میبینی توجیکا در ایت بعد پاش توقن بعد دستاش با قچی میکنه میگریزه که او نای مخالف و مبارز ده تا رحمان و حکمت چقدر مردم ترسو کدگی اگه ما یک آدم عادی همیچ کنستیم خداوند هم ترس عدلی مردم تاجیک بگیره که رحمانов کثیف لعین به حد مردم ترسو کدگی به حد برای مقصد دیگه کشت قتل کرد ظلم کرد زندان مقصد آدم را سالای طولانی روی کرد دیگه مردم بیچاره ترسیدن مردم بیچاره چشیدن خداوند هم ترس عدلی مردم ما بگیره که در همین سال 2025 صف موزیو چواو ای آمین. کثیف دیکتاتора با استعفا خودش با دست خودش عریضه‌ش بنویسه و برای چرا ترک کنه رهبری کشور آمین. با چی گفتنیم اکا جان برای برآمد همین رحمانوف که کرد همین توبه کدام شرم‌آور بود خنده‌آور بود همو زال کشتگی بدن نیمش داماداش بود نیمش یزناش بود نیمش قداش بود میخیزن چقچق میزنن قرصک میزنن یگان برنامه سالم نداشت همه وعده ای سال 2009 تاجیکستان رنگ پریج میشوه برق افسانوی میشوه با تا 2027 آورد رسوندش وعده میته مردم تاجیک اینمی در پیش چند تماشابینی هستن با میکنیم بعد پسان تماشا همین آدم تا اون وقت نیست در همین سر قدرت نیست انشاءالله امید داریم که نیست هم به همه دی کسافت نشین این هم خیلی وعده خلاف دروغ میگه یگان برنامه پولی که بالو کرد هم 4 معلمی 20% 10% ای ملیسا و ای کارگرای چیشه مقصد دیگه زم ظالموشا بالا برداشت که مردم از ظلم کنن مردم از سخت بترسونن یگان چی نداشت هم خستن دامادا و قداش قرصک زدن رقص کردن نصیحت که فرزند پدر را حرمت کنه نمیچی کنه خیلی گپا را همین دیوانه را پرس میدونه این گپا هیچ برنامه نداره که هم خیلی میدونم. گفتنی داشتم که نه که امید دارم که این سال اکا خوب میشه همه انشاءالله خوب میشه و همه انشالله. بدور میشه ترس عدلی مردم تاجیک گم میشه انشالله. زنده باشی برادر اسماعیل. زنده باشه در مسئله گفته که بعضی ها در آلمان میبینیشون با پاشون میگریزن با دستاشون میگریزن. ما با شما تا یک اندازه را بگم که قسما راضی هستم اما قسما راضی نیستم، چون که در این سفر ما دیدم راستی بعضی کسا اگر چندی هم که در بیرون اگر مرا ببینن شاید فاصله بگیرن، اما وقتی که توسط یگان شناس ما نزدیک میشوند مهر و محبت اونها دیگر است. اما در همین چی سفر ما با برادر خالد در یک مغازین داخل شدیم. ما راستی ندیدم در اوج تاجیک ندیدم، اما یک تاجیک خلاصه یک رشدار انا زنش هم محجبه. ما بیرون برآمدم، ما در داخل مغازین خلاصه برادر خالد گفت که او یک تاجیک اومد گفت یک چند یعنی که توهین غیر مستقیم میپرسش چوکدی دکومنت گرفتی؟
میگه بله او گرفتم خیلی. بعد میگه ای سوزا اخی انا نمیشید که همین دکومنت اگون چیز Ausbildung هم خیلی با Ausbildung میگرفتی اونجا میخوندی اگون کار و کسب میخوندی چی در کو بدم کینو. ما راستی گپ برای یک آدم مبارز خیلی سخته. بالاخره بازم این کار این یک پیغام برای ما داد. بیرون میبرم من میخواهم که همون تاجیک ببینم که حداقل ایرا ما در داخلی مگزین میگه پا گفتک ما خواستم که بیرون ببرم که خیلی ما اگه جو میدونم که کدومش تاجیکه کدومش تاجیک نیست. ترکا هم ریش میمونن و عربا هم ریش میمونن، تاجیکا هم ریش میمونن. خلاصه دیدم که یک آدم هم خیلی کپچونگا در سرش کشیدگی هم یک عربه را کلیسکه را بردگ موندگ و ما در ماشین خیلی خلاصه شیشتک. ما دیگر هم تو عادتا نگاه کردم که جا شده باشه او کدوم بود و تاجیک یا برای از نزدیک صحبت میکردیم. خب این چی گونه کینو کردگی او کینو را ایو کرده ایستونن که شما کینو کرده ایستوده شما. خب خیلی خلاصه دیدم همونجا انا همون انسان خب چهرش خوب در قیافش در یادم نیست، اما دیدم که یک مردی رشدار بودک آمدک ماشینش شیشتک نگاه میکنی که دیدم که در پیش روی ماشین یک زن محجبه و بگم که حجاب در سرش ماشین های که رفت اونجا. ما آمدیم ماشین در بعد کی پرسیدم گفتم که اما بودم هم توجیه گفت که خب خلاصه و دیگه از پارکوفکا بر اومدم یک کاکس داد برفته. ما پیشتر فکر میکردم که بر ضد ظلم بیشتر کسایی هستند که اونها ریش دارن، دین دارن، زناشون حجاب میکنن، چون که اینا درباره دین میفهمن و بر ضد ظلم بسیار خوندگی هستند یا که معلومات دارن. شاید اینها کسایی باشن که اولین در صف اول قرار بگیرن. اما ما اشتباه میکرده به دستم. ما بعد فهمیدم که چاپلوسی، تملقکاری این وابستگی به ریش موندنت، حجاب داشتنت به این چیز نبوده است. در راه مبارزه بنگی هم هست، چرسی هم هست، مینوش هم هست و پیوخرش هم هست، نمازخوانش هم هست، بدینش هم هست، دیندارش هم هست. همه همینها در ظلم قرار گرفتگیان. در عموم ما میگم که در راه مبارزه هر مبارزه ایره که باشه با هم یک جا میشوند و میخواهند که این پرابلم اساسی را از بین ببرند. یعنی که اگر ما مقایسه با یک انسانی که در دو گروه 24 بگذار که یک انسان ملتزم نباشه، زنش حجاب نکنه، خودش هم بگیم ریشش کل باشه، مقایسه با این آدم ما ایرم فکر میکردم که شاید که چاپلوسی و تملقکاری را کسی بکنه که او از دین آگاه نباشه، پروست مغزش شوشته باشه و فقط طرف رحمانوف بگیره. اما در اینجا ما اشتباه میکردم. بعد فهمیدم که این پیغامی که چی در کار بود کینو کنی برادر، ما باز هم به شما احترام میگذارم. این توهینی که شما کردین چی کینو کردی؟ چی کینو کردگی؟ امین آدم چی کینو کردگی؟ این آدم برآمده است که از حجاب زن تو برآمده است دفاع بکنه. این کینو ای. تو غیرت نداری که از یک زن مسلمان حمایت کنی. این انسان میبراید یک مبارز میبراید حمایت میکنه از